میدانید که ما یکی از اولین امضا کنندگان قرارداد یا تصمیم غیر اتمی کردن دنیا بودیم و در این راه پافشاری داریم، بلکه ذخایر اتمیک جهان نیز از بین برود و در راه‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه‌ای استفاده قرار گیرد. برای نیل به یک خلق صلاح عمومی کنترل شده نیز می‌کوشیم. متاسفانه حرفایی که در این چند سال اخیر در همین محل تذکر دادم به مرحله حقیقت و واقع بینی نزدیک بوده است و آن این که مملکتی که دارای تشکیلات دفاعی نباشد در دنیای امروز ما از یک طرف متاسفانه مقابل ما یک سازمان ملل ضعیف و بی اختیار، از طرف دیگر مطامع چند و یا حس عدم مسئولیت بعضی‌ها وضعی را پیش آورده است که ولو آن مملکتی که قادر به دفاع از خویش نباشد دارای تمام حقوق قانونی و شناخته شده بین‌المللی باشد، بازیچه هوا و هوس دیگران و عملیات تجاوزکارانه ظالمانه دیگران واقع می شود.